Assalomu alaykum, barodaroni qandim, javonoy muhtaram, navasako, havasakoy qandi bobosh, zinda va sarbilan bo'shin. 1 minut go'sh kining. Tabiati zebo ra go'sh kin. Ovozi chi omadaysa? Ovozi qurbaqaho. Ovozi qurbaqaho. Chil ovozshun zebo ayda. Nigah ki, hozir go'sh kinay, na go'sh kinay khab mekinam 1 minut. دیدین منظره های زیبای تاجیکستان عزیز ما شما فقط شستوی تلنستون باید زور باشه باید بفهمید اولی بیگه تاویستان دا کو با چرچرکا چر 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 میکنن ملخو چر چر میکنن یک عجایبات ایده لوای حوض بیاین لوای حوض باباش بیاین منه لوای حوض باباش بیاین دم بگیرین اودیخ کنین پلاتکچک بزنین موهی بگیرن بریان کنن بخورن حسابی باباش پگه میگن که خدا رحمت کنه بابورا خدا رحمت کنه بابورا خدا نگهبانتون باشه شروع الله از دوست یک اشاره از ما به سر دویدن شرکت زمزم عمره شما رو به خانه خدا تکلیف میکند 15 روز خب به خوراکه $1650 خوراکه خطی $1900 بهترین شرکت های مرا یک زنگ زد گفت که بابا حاجی خیلی فراموش میکردی گفتیم شیت حاضر من سخن میکنم کسانی که خواهش حج عمره دارن 15 روزه میتونن که به این شرکت زنگ زنن بهترین شرکت های باور که بهترین شرکت های برین حج عمره کنین جوانای محترم نواسکای قند باباش پدر و مادر رو روی کنین بابا و ماموها رو روی کنین برادرای کلون حج عمره روی کنین تا زیارت خانه خدا کنن تا زیارت روضه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم کنن در حق ما و شما دعای نکنن در حق فرزندا در حق مادرها در حق وطن در حق خوشی های زندگی دعا کنن شرکت زمزم عمره میتونه که زنگ بزنین با معلومات بگیرین برادران قندم با چی گفتنی هستم وقتی شنوندن نیهال های پاولان یای ولی ما یه نوار میکنیم میپرتم وقتی سکنچکار شنوندن شنویم ماهی مای جالا گذشت رفت بارون با شدت رفت بارون 7 شب و 7 روزه رفت وقتی شنوندن آموندن در کلان میشوند همین سال بشنون انشالله با امر خدا من شما رو مصلحت میتونم 5-6 متر میشه انشالله با امر خدا خب برادران قندم با چی گفتنی هستم من اینجا با ماهی آوردن ای طرف جلیکول ای طرف کویبش ماهی بهترین آوردن البته خیلی که نغز من مرده اینقدر مهنت کرده اینقدر ماهی رو مثال کلان کرده البته باید یا چی بفروشه یا پول قیمت بفروشه خوراکش کمتر قیمت میبیه باید پول قیمت بفروشه بگیرن که ما یکم ماهی رو نشون تو بگیرن ماهی رو نشون تو رئیس خوجگی همیشه شرافگان باور که ایزورش کلوه شده ایزورش کلوه میدوه ایسو کویبش میدوه ایسو جلیکول میدوه ایسو بسری خوراکه را میدوه بسری حوضه را خیلی که مهنت کن در کور میگه که تو پدری مهربان تو خیلی فقط کم سخن کو تو برا دم بگی بچه کنجکی من گفته است برا دم بگی پدری مهربان من گفته است که برا دم بگی برادر قندم زنده و سربلند باشین پدرم برز من تماشا میکنم برز حاضر نه حاضر مانا ماهیرو برز یا کجا برز ماهیرو برز بسم الله الرحمن الرحیم امور من امور را دیدی امور ماشاءالله امور برا من با امور برا یک کرس هم بزنی کنی کرس هست باید کنی باید خب انا که جوره جونه خاندی من همین چیزا نقل میبید من امور
اینم خیلی مویو سر میتیم رفته سر. خب من اینجا هستم. اینجا هست برادر خانم. زرکلنی کرد. زرکلنی کرد پای. درود اولازا. زرکلنی کرد. میخوام که قطعا این موهیو بازی کنم. قطعا موهیو بازی کنم. موهی را نگاه کن. موهی زرکلنی کرد. دیگه رفت. حوض رفت. باور که وقتم خوشای. وقتی که کار پیش میروه، وقتی که استحصالات میشوه، وقتی که حوضو فایده میگیری مالا، وقتی که مونیگیو برطرف میشونه با دل پر وای میکنی استحصالات میکنی، به حد وقتم خوش میشوه. بود هوای وطن. باور که ما ای ذوق دل، ای شوق دل ما، ای خرسندی من نوار میکنم با شما برادران قندم. ما شما را نشان داده هستیم که ماهی پروری کنین. همین ماهی را نرخش نمیگو با که خیلی بیزنس هم خیلی نرخش نمیگم. اگر نرخش گپ زنم میگن که بابا نخواهم پول قیمت هم خیلی خریدی و آوردی با حوض سر داده هستی و کسی نمیشه که بری همین بزرگ را بفروشیش. نه نمیشه. ماهی 700-800 گرم ما 3 کیلو 4 کیلوش میکنیم انشاءالله. با امر خدا 3 کیلو 4 کیلوش میکنیم بام بفروشیمش. خاطرسان میکنیم که یک ماهی را برای کلان کردن همین سازن، برای کلان کردن سازن 4 کیلو خوراک گفته استم. برای بیل امور میدونی ماهی رستنی خور 3 کیلو زلیونی ماسا 3 کیلو زلیونی ماسا میتیش. یعنی رشقه میتیش، نایچش میتیش، اجریقش میتی، آب سبزو و دیله و همه چیزایی که درونی آب دوای میشن وای رو میتیش. زنده و سربلند باشین شیرای نر. خب وطن وطن، باور که وطن ما دوست میدارم، مادر ما دوست میدارم، پدر ما دوست میدارم، پاتیشکا ما دوست میدارم، شما را دوست میدارم. برادرایی که خدمت میکنن سال زمزم عمر من وای کرد یا اشاره کرد برین حج روی کنین، برن دم بگیرن اودیخ کنن رویشون که کسانی که خیلی همین یه بار برن بس خیلی 2 بار 3 بار چی در که نمیدونم یه بار حواس میکنه. نه که ما گرچنده که سال 2008 ما حج رفته بودم، وقتی که حج ویداع میکنی که ای خانه خدا میبرویم خیلی پشتانم که میبروی ویداع میکنی که در همجا آرزو میکنی ای خدای مهربان با یه بار دیگه بیام. زنده و سربلند باشه. رشته سخن دراز نمیکنم. خدا نگهبانتون باشه.